بله سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید آقای سلامت باشید. خودتون معرفی کنید. یه مطلبی هست من خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید بیننده گرامی؟ من علی هستم، از اصفهان تماس میگیرم. آقا علی از اصفهان، بفرمایید آقا علی. جناب آقای انصاری، من به طور کلی بحثم راجع به فقط شیعه و سنی نیست. من خواستم یه مقداری راجع به جنگ قادسیه صحبت کنم. این جنایتی که واقعا در حق ایرانی‌ها شد. ایرانی چیکار داشت آخه به مسلمون که بخواد آسیبی بزن یا چیز بکنه، اذیت بکنه مسلمون، که لشکر بکشن حمله بکنن؟ همین کاری که الان داعش داره تو عراق بکنه، با زنها و دختران ما رو به تاراج ببرن، فرش بهارستان مال 40 تیکه بکنن تقسیم کنن بین قبایل عرب. آقا علی که میخواد بنده رو هدایت بکنه، آقا علی این هدایت اینه میگه اگه تو قبول کنی قبول کن، اگه نکنی میگیرم میکشمت. آقا علی بزرگوار، بفرمایید. پیامبر صلی الله علیه و سلم نامه فرستاد به پادشاه ایران. به پادشاه ایران نامه فرستاد، او رو دعوت به اسلام کرد. ایشون گرفت نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم رو پاره کرد و لشکرش رو آماده کرد و به اصطلاح نماینده خودش در یمن که بعداً ایشون مسلمان شد و یمن رو به اصطلاح تسلیم شدن به پیامبر صلی الله علیه و سلم، امر کرد که برو به مدینه و سر این آدم جسور که به من جرأت کرده که به من نامه بنویسه رو از تنش جدا بکن و برای من بیار. مسلمان ها جنگ رو با پادشاه ایران آغاز نکردن، این اولا. ثانیاً ملت ایران و مردم ایران یا همون فارس اون زمان نه اسلام با اونا دشمنی داشت و نه اصحاب پیامبر و نه خلیفه مسلمان ها و نه رسول الله صلی الله علیه و سلم و نه قرآن. دشمنی اسلام با اون نظام طبقاتی بود که یک طبقه از حیوانم بدتر بودن، در اون زمان زندگی میکردن که باید مثل سگ زندگی بکنن، کار بکنن، در خدمت پادشاهان باشن. ثانیاً از اعتقادات که شما دارید براش اشک میریزید در اون زمان این بود که با خواهرشون، با مادرشون، با محارمشون ازدواج میکردن که اون نسل آریاییشون به اصطلاح تمیز بمونه و قاطی نشه با نسل‌های دیگه. شما از خدماتی که قبل از اسلام به انسانیت و به بشریت کرده بود پادشاهان ایران، یک نمونهشو برای ما بگید، در حالی که تاریخ شاهد این است که در طول مدت پادشاهی همین خسرو پرویز و قبل از اون درگیری بین روم بود، بین فارس بود. یک روز اینا به اونا حمله میکردن، اونا رو قتل و غارت میکردن. من الان به شما میگم آقای انصاری، قبل از خسرو پرویزی که شما میفرمایید ما کوروش کبیری داشتیم که امروز روز دارن از قانون حقوق بشرش دفاع. برادر عزیز گوش کنید، شما رو به خدا من حیف نیست که شما یک انسان عاقل، همین منشور کوروش کبیر رو خیلی تاریخ‌دانای خودتون انکار کردن. دروغی بیش نیست. ثانیاً اسلام عزیزم آقا علی جان، ببین علی جان، من که واقعا از هر کی پرسیدم اینو جواب نداد. من واقعا از شما انتظار دارم اینو به من بگید. بفرمایید. آیا انصاری طبق اسلام شما در آیه 24 سوره نساء ببینید کدوم یکی از این مواردی که من میگم منطقی تره؟ شما حمله بکنی به یک آدم کافر، هر چیزی، اون همونقدر که شما اعتقاد داری اسلام حقه، اون اعتقاد داره که اسلام حق نیست، بگیری بکشیش، ناموسش رو که حالا زن اون بوده، بدون هیچ عقدی، بدون اینکه اون رضایت داشته باشه و اموالش رو مصادره بکنی طبق آیه 24 سوره نساء. این از این. کوروش کبیر چیکار میکنه؟ حمله میکنه به یهودا رو آزاد میکنه ولی زنانشون رو آزاد میذاره. کدوم یکی از این عقلی و وجدانیه؟ خب این آیه یک لحظه آیه 24 سوره نساء بفرمایید. با این آیه شما چی مشکل دارید؟ آیه 24 سوره نساء دقیقاً و مستقیما به مسلمون دستور میده
میگه اگر تو با کفاری جنگ کردی و اون کافر و اون مرد کافر رو کشی، اگر همسری نداشت اون زن کنیز توه، کنیزی که نه فقط حمالی کنه، کنیز جنسی تو هم هست، حتی اگه خودش راضی نباشه. این در کجا؟ جانی و عقل خدا وکیل؟ عزیزم برادر بزرگوار، شما ببینین برداشت اشتباه خودت رو به الله سبحانه و تعالی و به قرآن نسبت نده. من از شما خواهش میکنم این آیه رو از اول بخون برام ترجمه بکن. بفهم این آیه 24 سوره نساء رو بخونید و ترجمه بکنید. بسم الله. من قرآن دستم نیست، اگه شما قرآن رو جلوتون دارین اگه میشه این قرآن رو دوستان نشون بدن. آیه 24 سوره نساء. یادداشت کردم. و زنان شوهردار بر شما حرام است مگر زنانی که مالک آنان شده اید. این فریضه الهی است که بر شما مقرر داشته است و غیر از اینها که گفته شد برای شما حلال است با اموال خود زنان دیگر را طلب کنید در حالی که پاک دامن باشید و زناکار نباشید. پس آن زنانی را که به ازدواج درآورید و از آنان کام گرفتید باید مهرشان را به عنوان فریضه‌ای به آنان بدهید و گناهی بر شما نیست در آنچه که بعد از تعیین مهریه با یکدیگر توافق کنید. بیگمان خداوند دانای حکیم است. در اینجا کجا گفته که شما باید به کفار حمله کنید، زنانشون رو کنیز بگیرید، مالشون هم غارت بکنید؟ بالاخره که اومده که قیمت بالاخره نه آقا علی جان. ببین برادر بزرگوار علی جان، بالاخره نمیشه. در این آیه به من نشون بده کجاش گفته که به کفار حمله کنید، مالشون رو بگیرید، زناشون هم کنیز بگیرید. یه لحظه من الان پیدا بکنم. بفرم. فکر کنم نمیدونم یا 14 بود یا 24 بود. 14 رو بیار ببینم. فکر کنم 14. اینم 14. این آیه 14. فکر میکنم احتمالاً 14 باشه. آیه 14 میگه که و من یعص الله و رسوله و یتعدى حدود. نمیدونم الان کجا شد. عزیزم این آیه 14 هر کس که از الله و پیامبرش نافرمانی کند و از حدود او تجاوز کند وی را در آتشی وارد میکنند که جاودانه در آن خواهد ماند و برای او عذاب خار کننده است. واقعا نمیدونم. آقا علی نمیدونم واقعا کجا. کسی دیگری کنارتون هست میتونید گوشی رو به ایشون بدید که ایشون بده آدرس کجاست دقیق. من واقعا یادداشت کردم نمیدونم چرا. همینه آقا علی بزرگوار، آیه‌ای که شما اشاره کردید همین آیه 24 سوره نساء هست. اما اونایی که به شما یاد دادن یا از این تلویزیونای نجات و نمیدونم فلان و علان که در اروپا و سان فرانسیسکو اینا پخش میشه، برادر بزرگوار شما بیننده برادر گرامی جان برادر گرامی من بسیاری از حرفا شما رو تصدیق میکنم. بسیاری از به اصطلاح اینکه شما اسم ناسیونالیستی به ایران داری، ایران رو دوست داری، این واقعا برای من قابل تقدیره. اما یه چیزی در این دین اسلام در کت من نمی رود و اون هم جنگ قادسیه است که افراد با افتخار میان میگن که آقا ما جنگ قادسیه رو بله و فیلای ایرانی رو نمیدونم انداختیم و عرض حضورت که حمله کردیم به ایران. علی جان برادر بزرگوار، آقا علی هدایت بکنی، هدایت کشتن نداره. علی جان برادر بزرگوار شما بدون تعصب تاریخ ایران قبل از اسلام و تاریخ ایران بعد از اسلام را بخوانید. پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میگن خطاب به صحابه، ابوبکر و عمر و عثمان و سران قریش و عرب نشستن، میگه لو کان العلم فی ثریا لناله رجل من قوم هذا او کما قال صلی الله علیه و سلم. میگه اگر علم در ثریا باشه مردی از قوم این، اشاره میکنه به سلمان فارسی، به این علم دسترسی پیدا خواهند کرد. ایران بعد از اسلام تاج علم و معرفت در دنیا بود یا ایران قبل از اسلام؟ ایران بعد از اسلام فردوسی و سعدی و حافظ و مولانا و هزاران شاعر و عارف و نویسنده تحویل امت اسلامی داد، تحویل جهان و بشریت داد، یا ایران قبل از اسلام؟ ایران بعد از اسلام ابو مسلم، امام مسلم نیشابوری، امام محمد ابن اسماعیل بخاری، ابن ماجه قزوینی و ابو داود سجستانی، اینا رو تحویل محدثین بزرگی که امروز عرب و عجم همه مسلمان ها به اونا افتخار میکنن. ابو ریحان بیرونی، محمد ابن زکریای رازی، اینا در قبل از اسلام بودن یا بعد از اسلام بودن؟ برادر عزیز
خواهش میکنم ببین شما درست میفرمایید، این شخصیت ها بسیار شخصیت های بارزی هستند، اما مطلب یه چیزه. مطلب اینه که اولا که ما قبل اسلام هم بسیار مفاخری داشتیم، همون که خدمتتون عرض کردم، این یه مطلب. بعدم مطلب دوم، ایشونی که حمله میکنه به ایران، شما میخواید مسلمون کنی را، بسیار خوب مسلمون شدن، با فرش بهارستان چیکار داشتی؟ برای چی سلتیکش کردی؟ برای چی خرابش کردی؟ به خاطر اینکه عزیزم قبیله عرب دل شما به یک آقا علی بزرگوار، دل شما به فرش بهارستان میسوزه، به اون ملتی که برده و کنیز شاهان ساسانی بودن نمیسوزه؟ به اون کسانی که از حیوانم در نظام طبقاتی قبل از اسلام طبقه‌ای در جامعه بودن بهش میگفتن طبقه کارگر، الاغ، شتر، گاو، گوسفند حقوقش بالاتر از طبقه کارگر بود. طبقه ای که طول عمرش کارگر به دنیا می اومد، کارگر از دنیا می رفت. اسلام اومد این نظام طبقاتی را از بین برد. میگید چرا کنیز گرفتن، چرا برده گرفتن؟ من بارها تو همین برنامه جواب دادم. بله. در اون زمان در جنگ های زمان صدر اسلام یا همون قرون وسطایی که بهش میگن، بردهداری جزئی از اساسات نظام اجتماعی اون دوران بود. اسلام که اومد نمیتونست که یک مرتبه بگه آهای هرچه برده است همه آزاد. شما تصور بکنید مثلا در تهران الان بیش از 80,000 دختر خیابانی وجود داره به اعتراف خودشون، سببش هم همین آخوندا هستن. همین آخوندا سببش هستن. الان حکومت ایران بگه که هرچه زناکاری که در تهران هست باید اعدام بشن، قانون اسلام اینو میگه؟ آیا میتونن 80,000 زنو ببرن اعدام بکنن؟ نمیتونن. اسلام هم نمیتونست که همه برده ها رو آزاد بکنه. چیکار کرد؟ اولین فرمانی که اصلا آزاد نکنه، اضافه نکنه بهش. گوش کنید برادر بزرگوار، اسلام برده گرفت. شما منتها فرق بین بردهداری در اسلام و بردهداری در غیر اسلام رو ببینید. پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کردن ان اکرمکم عند الله اتقاکم، برترین شما در نزد خداوند متقی ترین شماست. برده‌هاتون رو از غذایی که میخورید غذا بدید، از پوشاکی که میپوشید بهشون پوشاک بدید، در مرکبی که سوار میشید اونا هم باید سوار بشن. برید داستان فتح بیت المقدس رو بخونید که عمر با برده خودش سواری شتر رو نوبت میکرد. نصف را ایشون سوار میشد، نصف را بردش سوار میشد، به خاطر مساوات. وقتی که صحابه وارد بیت المقدس میشه نوبت سواری برده بود، عمر افسار رو گرفته، بردش سر شتر سوار هست. مردم در بیت المقدس چی میگن؟ به برده عمر میگن السلام علیک یا امیر المؤمنین. شما تصور بکنید این مساوات رو شما آقا علی بزرگوار منصفانه بینید در تاریخ بشریت یک نظامی بیارید که برده رو اینطوری اهمیت بهش داده باشه. همون نظام آریایی قبل از اسلام نام میبرم که واقعا در کل بشریت این نمونه نداشته. من خودم به شخص کوروش رو واقعا به عنوان یک انسان بسیار عادل میشناسم، اما این به این معنی نیست برای خود بنده که بخوام به دیگران توهین کنم. قطعا حرف شما رو قبول دارم، ولی در یه جایی از موارد واقعا یه چیزایی نمیشه، واقعا هضم نمیشه برای من جوون هضم نمیشه که واقعا یک زنی رو بدون اینکه رضایت داشته باشه از چیز، اون رو حلال بدونم برای خودم، بعدم اگر تمرد کرد نافرمانی کرده میدونم مرتد به حساب میاد و باید بگیرید نمیدونم شلاقش بزنی یا با ترکه انار بزنی. من اصلا این چیزا تو کتم نمیره. اگر بنده اشتباه فهمیدم شما بگید اشتباه فهمیدی، اگر درسته که دلیلشو بگید. آقا علی بزرگوار، شما یک نصی از قرآن از تاریخ اسلام بدید که مسلمان ها رفتن خونه های مردم رو زدن، زناشون از خونه ها کشیدن، مرداشون رو کشتن، زنا رو بردن به عنوان کنیز گرفتن. والا تمام معلمان تاریخ ما همینو میگفتن. اشتباه کردن. تماما میگفتن بعد از اینکه اسلام وارد ایران شد زن حلال میشه به مرد. نه عزیزم، آقا علی بزرگوار، آقا علی بزرگوار، برداشت شما اشتباهه برادر عزیزم. زنهایی که در جنگ ها اشتراک میکنن، زنهایی که دفاع میکنن در پشت جبهه از شوهرانشون یا از مردانی که در جنگ هستن، به نحوی مشارکت داشتن در جنگ، اینها رو الله سبحانه و تعالی چی کار میکنه؟ در قرآن کریم
برای حل مشکلات جامعه. الان در افغانستان، در عراق، در همین ایران، همین جنگ هایی که صورت گرفت در جوامعی که امروز در قرن 21 زندگی میکنن، چقدر زنهایی هستن که به روسپیگری رو آوردن. به خاطر چی؟ به خاطری که شوهرانشون رو در جنگ ها از دست دادن، به خاطر اینکه سرپرست نداشتن. الله سبحانه و تعالی اگر این مردانی رو که در جنگ با مسلمان ها در ایران کشته شده بودن میگفتن خب زنها اینا رو ول کنید در خیابون ها، مثل دخترانی رو که امروز آخوندا صیغه میکنن بعد ولشون میکنن در تهران، این بیچارا مجبورن که شب در پارکا بخوابن یا در آغوش یک مرد بیگانه. برادر عزیز، اسلام اومد برای برده حقوق تعیین کرد. ثانیاً ببینید شما اگر روزه نگرفتید، اگر نمازتون مثلا اشکالاتی در نماز پیش، اگر قسم خوردید، اگر خیلی از عبادت هاست که اگر اشکالی در عبادت های شما ایجاد شد، کفاره این چی بود؟ آزاد کردن برده. اگر که مثلا روزتو نتونستی بگیری به دلیل مریضی، به جای یک روز اگر نتونستی که روزه بگیری میتونی برده آزاد بکنی. به جای قسم خوردن، کفاره قسم. به جای بعضی از عبادت هایی که در حج نمیتونی انجام بدی. عملا اسلام در ظرف تقریبا 3-4 دهه بردهداری رو کلا نابود کرد. به تدرج یک نسلی رو که وجود داشتن در جامعه، یک قشری رو که به عنوان برده وجود داشتن، اینا رو حل کرد در بین جامعه، حقوق مساویانه بهش داد. بلال حبشی رو آزاد کرد، شد سیدنا بلال رضی الله تعالی عنه مؤذن پیامبر صلی الله علیه و سلم. خب حالا اینجا یه مطلبی، اگر که این برده‌ای که شما میفرمایید، حالا این زنی که شوهرش مرده به صورت اختیاری دلش نخواد با این بابا وصلت بکنه، اون تکلیفش چی میشه اون وقت؟ ببینید دلش نخواد اصلا دلش خواهد مجرد زندگی. انسان در اسلام خواسته های فرد دیده نمیشه، خواسته های جامعه دیده میشه. دزد دلش میخواد دزدی بکنه. در جوامعی که حکم قصاص قطع کردن دست دزد نیست، در اون جوامع شما میبینید روزانه در همین ایران خودتون، تو مرد هستی ماشین تو سیوچش داخلش بذار قفل بکن برو، در چند تا گاراژ قفل میکنن ماشیناشونو به خاطر اینکه دزد نبره. در عربستان سعودی که قانون قطع دست دزد وجود داره که شاید در طول 10 سال اخیر دست 10 نفر قطع نشده باشه، شما ماشینتون رو با سیوچش روشن درش هم باز بذار، کسی جرئت نمیکنه بهش نزدیک بشه، چون که میترسن. از چی میترسن؟ از قانون. یه مطلبی هست، ببینید آیا انصاری اینجا اونی که دزدی میکنه دل یه عده آدمو میسوزونه، یه مالی رو ورمی داره، یک آسیب اجتماعی به همه میزنه. خب آقا جان، زنی که دلش نمیخواد با اون شکل و قیافه اونی که از جنگ اومده، اصلا دوست نداره با این بابا وصلت بکنه، برای چی باید بگیرن به زور به مصیبت با این بابا همخوابش بکنن؟ چرا؟ آقا دلش نمیخواد، دوست نداره. علی جان برادر عزیز، اولا کسی مجبور نکرده بود اون زنی که دوست نداره که شوهرش مثلا یک عرب، حالا به قول شما یک عرب سوسمارخور باشه، نمی اومد به جنگ، کسی مجبورش نکرده بود. این اولا. ثانیاً اسلام به جایگاه برده و کنیز هم توجه داشته، علی رغم این که شما شاید در این زمینه مطالعاتون کم است. به طور مثال دختر یزدگرد وقتی که پدرش کشته شد و دخترش رو اسیر گرفتن مسلمان ها، چون که اینا خانواده‌شون هم با خودشون آورده بودن در جنگ، دخترش رو اسیر گرفتن، سپاه اسلام دختر یزدگرد شهربانو رو نداد به یک عرب بیابانگرد شترچران، دختر یزدگرد رو داد به نوه پیامبر اسلام. مادر 9 تا امامتون شهربانو دختر یزدگرد هست. وقتی که آوردن پیش عمر فاروق گفت این دختر پادشاه اوناست، باید اینو به همسری کسی در بیاریم یا کنیز کسی بشه که در شأن این باشه. زیباتر، انسان محترمتر از سید شباب اهل جنه حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه در مدینه نبود. به همین دلیل پیامبر سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه دختر یزدگرد رو به ایشون داد و ایشون مثل یک زن محترمه بالاتر از حقوقی که زنهای آزاد داشتن در خانه حسین داشت و هزاران نمونه مثل این وجود داره. خب بعد حالا یک مطلبی، اگر که زن توی جنگ شرکت نکنه این یعنی کاری باش ندارن واقعا؟ نه، شما برو مطالعه بکن که فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. اگر کسی به شما حمله کرد و
به شما تجاوز کرد، همان گونه که به شما حمله کرده شما بر او حمله بکنید. در اون زمان ایرانی اگر که غالب می شدن بر مسلمان ها، شما فکر می کنید که می گفتن نه خیر، ما خیلی انسان های متمدنی هستیم، ما نمی کشیم مسلمان ها رو؟ می کشتن، اسیرم می گرفتن، کنیزم می گرفتن، بردم می گرفتن. در تاریخ وجود داره. اونا هم کارشون بسیار نادرست بوده. من اصلا بحثم سر دین یا عقیده شخصی نیست، کار نادرسته. حالا یعنی این به اصطلاح لفظ کافرین که توی قرآن است واقعا کافر عقیدتی هم شامل میشه یا اون کافریه که شمشیر میکشه؟ من اینا پرسیدم، میگن آقا حتی اگر کافر به عقیده هم باشه که به کسی آسیب نمیزنه باید بگیری بکشیش و این حکم واقعا اینجوری هست یا نیست در دین اسلام؟ بله، ببینید برادر عزیز گرامی، این آیه رو شما بهش توجه بکنید. آیه سوره ممتحنه آیه 8، الله سبحانه و تعالی میگه که لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. الله شما را از نیکی کردن به رعایت عدالت نسبت به کسانی که در امر دین با شما نجنگیدند و شما را از دیارتون بیرون نکردند نهی نمی کند. بیگمان الله عدالت پیشگان را دوست دارد. در دین مبین اسلام کسی که به مسلمان ها حمله نکرده، با مسلمان ها نجنگیده، هیچ وقت مسلمان حق نداره که به مالش، به ناموسش تجاوز بکنه. درست. بسیار من واقعا قانع شدم از صحبتایی که کردین و از اینکه باتون احیانا بعد صحبت کردم به صدا بردم بالا، واقعا معذرت میخوام. خواهش میکنم علی جان، بزرگوارید. ببینید برادر عزیز، الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگه که فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بشارت باد به اون بندگانم که سخنها را میشنون و بهترینش رو انتخاب میکنن. شما هیچ وقت حتی حرف من رو، همین آیه‌ای که من خدمت شما عرض کردم، بدون دلیل قبول نکنید، بدون تحقیق، بدون بررسی قبول نکنید. برید قرآن پیدا کنید، با ترجمه فارسی خودتون با چشم خودتون تاکید بکنید. چرا؟ چون روز قیامت شما وقتی که شما از دنیا رفتید، الله سبحانه و تعالی عمر طولانی و سعادت دارین نصیبتون کنه. اگر شما از دنیا رفتید در قبر بگید که والا انصاری به من گفته بود، قزوینی به من گفته بود، فلان آخوند و فلان استاد دانشگاه گفته بود، این چیز از شما پذیرفته نمیشه. الله به شما میگه که من به دست دادم، پا دادم، چشم دادم، عقل دادم، شعور دادم، خودت میرفتید مطالعه میکردید. درست. من واقعا حرفتون درسته و من قانع شدم واقعا. زنده باشید. الله متعال استون کنه. دستتون در نکنه از اینکه اینو واقعا هم من و جوانای از همسن من واقعا تأثیری هم نداریم. یعنی توی اجتماعاتی که رفتیم خودتون بهتر میدونید که اوضاع چطور هست. درست. و واقعا تأثیری نداریم. یک شبهاتی مطرح میشه که مجبور میشیم بپرسیم، کسی هم به اون صورت اطرافیان جواب صریح و درستی واقعا نمیدن. اینی که برای آدم سوال و مشکل پیش میاد. مجبور شدم که تشکر از شما برادر عزیز گرامی. الله متعال استون کنه. مرسی، متشکرم. زنده باشید. دستتون در نکنه. خواهش میکنم. خدا نگهدار. من در ادامه صحبت یک آیه دیگری رو در اینجا خدمت برادر عزیزمون بخونم. دوستان عزیز این رو نشون بدن. آیه 19 سوره نساء هست، همون آیه 24 رو شما اشاره کردید. آیه 19 ببینید خیلی جالب میگه ای کسانی که ایمان آورده اید، برای شما حلال نیست که از زنان به اکراه ارث ببرید و آنان را زیر فشار قرار ندهید تا برخی از آنچه را که به آنان داده اید پس بگیرید، مگر اینکه آنها مرتکب عمل زشت آشکاری شوند و به آنها به طور شایسته رفتار کنید و اگر از آنان خوشتان نیامد و کراهت داشتید پس چه بسا چیزی را خوش نمی دارید و خداوند در آن خیر بسیار قرار می دهد. من آقا علی بزرگوار شما رو به یکی از آیات قرآن کریم ارجاع میدم. خودتون برید این آیه رو بخونید و در موردش تفکر بکنید، در موردش که الله سبحانه و تعالی در مورد ازدواج در اسلام، برید مسیحیت، یهودیت، زردشتیت،
ادیان‌های مختلف، کمونیسم، نمیدونم فلان ایدئولوژی‌های مختلفی که وجود داره، همه رو مطالعه بکنید. بعد بیایید دید اسلام به ارتباط یک زن و مرد که بهش میگن ازدواج در اسلام و دید ادیان و مذاهب دیگر رو ببینید. یا زن رو به خاطر شهوت میخوان، مثل که امروز در اروپا هست، تا وقتی که جوان از زیبایی داره خریدار داره، وقتی که زیبایی خودش از دست داد، جوانی خودش از دست داد، میبرن تو آسایشگاه میندازن که متاسفانه این فرهنگ الان در ایران، در افغانستان، در بین فارس ها هم رایج شده. پدر و مادر پیر رو میندازن تو آسایشگاه، ماها میگذره، سالها میگذره، کسی نمیپرسه. نگاه اسلام به ازدواج رو ببینید. ازدواج در اسلام نه برای شهوت است، نه برای تولید نسل است. اینا همه امور طبیعی است که بعد از ازدواج به دست میاد. منتها هدف اصلی ازدواج رو من از قرآن براتون نشون بدم تا به عمق زیبایی زندگی بشر در قرآن کریم پی ببرید. الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ در سوره 21 در سوره روم آیه 21 و من آیاته، از نشانه های قدرت الله سبحانه و تعالی این است که ان خلق لكم من انفسکم، از نفس شما، مثل شما. این است حقوق بشر، این است حقوق مساوی زن و مرد. نه اینکه در غرب زنها رو ببر مثل مرد تو کارخونه ها کار بکنن، بگن که بالا حقوق زن و مرد مساوی است. میگه که یعنی این زن از نفس شماست، مثل شماست. حقوقی که شما داری برابر تو، زنت هم حقوق داره. خلق لكم من انفسکم ازواجا، همسرانی رو برای شما از نفس خودتون آفرید. لتسکنوا الیها، تا شما در کنار آنها آرام بگیرید. و جعل بینکم مودة و رحمه، و در میان شما مودت و رحمت. مودت پیوندی که محبت باشه، عشق باشه، صمیمیت باشه در اون، بهش میگن مودت. و در بین شما چی رو قرار داد؟ مودت رو قرار داد. وقتی که شما در کنار آنها آرام گرفتید، پیوند محبت و عشق هم با همسرتون داشتید، الله سبحانه و تعالی یک نعمت بزرگی رو به شما نصیب میکنه، رحمت رو. رحمت که از طرف الله سبحانه و تعالی باشه، لذت رحمت الهی رو فقط آن زن و شوهری درک میکنن که مودت داشته باشن و در کنار هم دیگه آرام بگیرند. در ادامه چی میگه؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بیگمان در این امر نشانه هاست برای گروهی که تفکر میکنند. ببینید آقا علی بزرگوار، اگر انسان بدون تفکر نگاه بکنه به این موضوعات، طبعا دشمنان اسلام که آرام ننشستن، ده ها صدها شبکه ماهواره‌ای دارن، سایت ها دارن، کتاب ها پخش میکنن، استادها دارن در بین مسلمان ها، در دانشگاه های مسلمان ها، تا این شبهات رو پخش بکنن. پس انسان خودش باید بره تفکر بکنه، تدبر بکنه. و ثانیاً هیچ وقت نرید کتابی رو که بر علیه اسلام نوشته شده برای شناخت اسلام بخونید. گاهی دیدید من در اینجا کتابی رو آورده باشم از اهل سنت که بر علیه شیعه نوشته شده باشه، از اون استناد کرده باشم در برنامه، الا اگر جایی که ضرورت باشه. بر علیه شیعه هیچ وقت از کتاب‌هایی که اهل سنت برادران خودمون نوشتن ما استناد نمی‌کنیم. چرا؟ چون کتاب‌هایی که ما نوشتیم حجت نیست برای شما. کتاب‌های خودتون برای خودتون حجت است. ثانیاً وقتی کسی که میاد از خارج یک دین و مذهب بر علیه یک دین و مذهبی کتاب می نویسه، طبعا اون حس عداوت و دشمنی که با اون مذهب داره، من متهم نمی کنم علمای اسلام رو که مثلا بر علیه مذاهب یا گروه مخالف نوشتن، اما اگر وقتی که من میخوام در مورد مسیحیت اطلاع حاصل بکنم، نمیرم به سراغ کتابی که یک یهودی نوشته باشه. خب یهودی با مسیحی پدرکشتگی دارن با هم دیگه، الا اگر شخصی باشه که عادل باشه، در جایی که سخن حق رو باید بگه خواهشات نفسانی خودش رو زیر پا بگذاره. در اون صورت ما میتونیم از شخص منصف
همین مستشرقینی که بر علیه اسلام کتاب ها نوشتن، تحقیقات و بحث های فراوان دارن، در بینشون انسان های منصف هم هست و انسان های دروغگویی هم هست و اکثر شبهاتی که امروز علیه قرآن بیان میشه از کتاب های همین مستشرقین است که تعداد مسلمان نما در بین مسلمان ها همون رو دارن نشخوار میکنن. من تشکر میکنم از آقا علی و اینکه حق رو انسان بپذیره. واقعا صفت نیکویی است که امیدوارم الله سبحانه و تعالی سعادت دارین رو نصیب شما بکنه.